الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام نفرانی که صدای مرا میشنوین و از این لحظه ها استفاده میبرین، درود و رحمت الله مهربان بر همه شما بود. از این لحظه هایی که الحمدلله رب العالمین که بسیار لحظه های خیری هست، لحظه های بسیار خوبی هست. الله مهربان که در این نشسته که عبارت از علم هست، عبارت از گفتگو هست، عبارت از خیر هم دنیا و هم آخرت عبارت هست، بسیار اجرها، بسیار ثوابهای وعده داده است، وعده کرده است. خداوند ما و شما را از این بشارت ها و از این اجرها برخوردار گرداند. عزیز، در آدم بسیار یک تغییرات های وارد می شود، بسیاری از خصلت های انسان تغییر می تید. در زندگی ما و شما این مصلحت ها و این صحبت ها بسیار لازم و درکارند. برای همین این لحظه ها را غنیمت دانیم برادرای عزیزو، و از هر چیزی که اینجا گفته می شود شما خوب با دقت باشین، گوش اندازین تا چنده باز بین. ولی شما خداتون در اهمیت این که اگر زیاد وقتی گوش میکنین سخنرانیاتون دیگره. شما در نزد دیگر نفرهایی که اونها اگر مثل تو نباشن تو از اونها با فرق میکنی. این همش از برکات همین شنیدن ها هست برادر عزیز. حضرت مولوی میگفت جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه زی عیز است و شرف. جانور فربه شود از حلق نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. یعنی انسان از راه گوش به معنای فربه شدن، به معنای معرفت بلند پیدا کردن، به معنای آداب زیبا پیدا کردن، به معنای که در تو صبر پیدا می شود، در تو علاقه گوییم که میل و محبت و ترس به سوی الله پیدا می شود. همه این از راه گوش می شود. خدای مهربان این توفیق بر شما نصیب گرداند. من اکنون سوال هایی که در پیش دارم حاضر، من بر این سوال های شما جواب میگردانم و خدا خواهد انشاءالله با قدر همو طاقتم و با قدر قوتم انا سوال هاتون در جواب میگردانم. خیلی باز الله مهربان اگر عمر من بته و باز وقت من بته و امکانیت من بته، باز انشاءالله همین سوال و جواب ها را با شما انشاءالله گفته میگذاریم. حاضر من یک سوال اول از تلفن میخوانم، به خاطری که یک برادرمون چند بار است که از ما خواهش کردن، همین را روان کردن که
همین سوال شما خوانین و جواب همین را مقصد بر ما گویین. بسم الله الرحمن الرحیم. 2 سال می شود که دخترچه هم گذشتگیش کسل بود، یعنی دخترچهش گذشته است، 2 سال بیمار بوده است. خانگی های شوهر می دانستند که معینه سرش در آب پخول داشته است، یعنی همون گویم دردی در معینه سر بوده است و اینوالید بود. لیکن خوشتامنم من دیگه قطعی شوهرم نمون که زندگی کنم. شوهرم پرتافته، دختر ما یگان بار ناپرسیده مسکو رفت. من زنگ شوهرم انتظاری کردم، شوهرم زنگ نزد، اقلا یک بارم نپرسید. فرزندش من قطعی دخترم ای بلنیسه استقلال برآمده خانه رفتیم، لیکن خوشتامنم من از پشت در خانه سر کردن بچم تو را 3 طلاق گفتگی پاتا اینجا نمان که کثافتی میارد گفته پیش کردن. لیکن من شوهرم را به حد دوست میدارم. مدت 4 سال میشود که من قطعی شوهرم جدا شدگی زندگی نداره. من با طریق اینترنت در تو جواب گفتگی تمام. حاضر زنگ میزند، قطعیم خوشرو گپ میزند. شوهرم در مهاجرت است، لیکن در کس فاتحه کردگی میگوید میخواهم قطعی زندگی کردن توی نغز میبینم، لیکن مادرم نمیماند. حاضر من هم برای داغ فرزند میسوزم، هم برای بختم. چی کار کنم؟ میخواهم به من یک مصلحت خوب دهید. شما اول نویستگی من رایی کنید. التماس من میخواهم همین گپا جواب گیرم و به من یگان مصلحت خوب دهید. التماس اکا میخواهم در اینترنت در آمده ویدیوشا گوش کنم جواب همین سوال من. برادر عزیز، سوال اکو دراز بود، بسیار خواهش کردن که همین را خوانین. من خواندم و الا مقصد همین که این خواهر، یعنی شنیدیم که مقصد همگی 2 سال زندگی کردن یا اینکه خیلی چند سال زندگی کردن و دخترشون بیمار شده بوده است، آب پخلی سر داشته است. خلاص دخترک ای دنیا گذشته است. این خواهر الحال مقصد مادرش بگیم یا خوشتامنش دیگر در خانه راهش نداده است. تو را بچم 3 طلاق کرده است. الحال بچهش مقصد با او با تلفنی صحبت دارد. باز بچهش گویم باز فاتحه هم کردگی بوده است برای زنی نو دادن. من چی کار کنم؟ گفته این خواهر از ما مصلحت میخواسته است. اولا خواهر عزیز، حقیقتا شما هم داغ فرزند و هم داغ جدایی میخورید، این درست است. ولی کسانی که در این مشکلاتی که به سر شما آوردن، کسانی که در این سببگارن، اونها هم در پیشگاه خداوند جوابگرند. افسوس برادران عزیز و گرامی که دلالت‌های بسیار مادرای ما که حتی ببینید که دختر بیمار است، دخترچکش بیمار است در بلنیسه، کسی باشد نباشد، اگر گپ حقیقت داشته باشد، من از آن چی خواندم همون جواب میگویم. اگر مبادایی که این آدم یگان گپی دروغ و خطا گفته باشد، خب وایش به ضرر خودش، ولی من چیزی خواندگی من اگر عیناً همین باشد، جواب من بر همین سوال همین است که خیلی جای ننگ است، خیلی جای بیرحمی هست.
خیلی جای به انصافی است که فرزند در بیمارخانه باشد و یک خبرگیری نرهد. اگر به شرطی که همین کار خود همین جوان کرده باشد و نرفته باشد و پرواز کرده مسکو رفته باشد و به مادرش گفته باشد که من همون زن 3 طلاق کردم، خلاص این جوان مردم برای این کاری کردهش، برای این رفتاری رذیلش حتما جوابش در پیش خدای مهربان میگیرد. برادرای عزیز، شما گمان نکنید که با این رفتارهاتون شما در حیات مقصد همتا آرام میگردین، وقتاتون خوش میگردین. نه، هر کسی که برادرای عزیز هر کاری را که در دنیا انجام داده باشی، نیک کرده باشی نیکی ها میبینی، بد کرده باشی جزای بدش حتما میبینی. الجزا من جنس العمل. همین کردارهای رفتارهای سخت و بسیار رفتارهای پلیدانه ای را که انجام داده، اینها را حتما جفاش باید بکشی، زیرا ما همین خیل خواندیم، ما همین خیل دیدیم. ولی اگر به شرطی که فرزند مادر مجبور کرده باشد که دیگر خبرگیری نره، همین دختره که طلاق ده، وای به حال همین مادرها، حیف بر همون مادری که یا زنی که نامش مادره لیکن وقتی کردار و رفتارش این خیر است. بسیار بسیار الله مهربان اکو مغفرت کند و الله مهربان ترحم کند و الله مهربان هدایت من کند که همین دلهامان دلهای پاک باشد، دلهامان دلهای نیک باشد. زیرا با این رفتارها در پیشگاه خداوند ما چی جواب میداده باشیم؟ وقتی که مثال همون کلیم به خانه را می آید، تو وارد خانه نشو که این خانه در کثافتی میاری، من حیران میشم. در همین گپا بسیار درد میکنم، برای که نخواه قدم انسانی که برای زندگیش بمانه، برای آنه که الله مهربان زن و شوهری را قانونی الهی شماریدگی است که باید زن با مرد زندگی داشته باشند، وقتی وای برای همین برپا کردن زندگیش می آید، قدم ای کثافتی می آورده باشد. چرا عملهای تو، چرا نیتهای بدی تو، چرا دلی سخت سیاه تو کثافتی نمی آورده است و قدم این بر این خاندان کثافتی می آورده است؟ برای چی؟ برای که این آدم نیت زندگی کردن دارد. من به مادرها مصلحتم چیه؟ مصلحتم همین است که وقتی کلین های شما به نزد در آمدن، اونها را ناامید نگردانین، بالای اونها درهاتون را نپوشید، زیرا شما خودتان مادرین. شما باید که یک گویم که آخه یک تمام غم، تمام رحم باید در مادر باشد. شما برعکس در باز کنین. فرزندی تو اگر به شرطی که رفتارهاش ظالمانه و خونخورانه باشد، او را شنونده نصیحت کن که بچه می خیل نکن. از این لحاظ کارهای این برادر و کارهای این مادر بسیار کارهای همو جهالت جاهلانه، همو ابتدای اسلام است، پیش از اسلام است. لیکن از الله مهربان طلب مغفرت کنین، از خدای مهربان زاره و تولا کنین که اگر همین سخنها راست باشند، پیش خداوند شما حتما جزا میگیرین. ولی خواهر عزیز، من فکر میکنم که
اگر چنده که همه آدم خواهش هم داشته باشد، لیکن مادام فاتحه شدگی باشد، مادامی که زن میگیرد، دیگر در زندگی او خلل وارد نکن. مشکل است آدمی که مقصد با این خیل آیله و با این خیل خانواده دویم باره با تو محبت و میل و زندگی خوب کند. من گمان میکنم که دیگر با این آدم نه تلفنی گپ زنین و نه با او صحبت داشته باشین، و اگر با شرطی که این آدم ترا دوست دارد و خواهد که با تو زندگی برپا کند، بگذار با تو زندگی کند. بگذار دیگر برای او کسی را زنی نکند، فقط تو را زنی کند. بعد ممکن است که اگر همون وعده هاش و همون سخنهایش که دوستت میدارم و من ترا زن میکنم، انامینجا اثبات خودشا میآورد. لیکن وقتی وای زن گرفت، باز شما در بالای زنی او وقتی با شما زندگی کرد، خواهین نخواهین باز هم همون مشکلات هایی که در زندگی ما پیدا می شود، این دفعه هم همین سختی و همین بلا و همین آفت با سر تو می آید. برای همین گمان میکنم که اگر خدای مهربان اگر از همین خیل خوشتامن شما را جانتان خلاص کرده باشد، اگر خوشتامنی بد باشد، این هم یک لطفی خدا هست. اگر همون گفتی مردم که تن به تقدیر الهی بوده و باز ببین که خی کی است در نصیب شما، کی است در تقدیر شما. مثلا این دفعه احتیاط کن، اهمیت بده که نفری را بگیری که در زندگی اینقدر سرگردان نشوی. این است مصلحت من خواهر عزیز با شما. الله مهربان حفظتان کند. سوال های دیگری که در پیش من است، اینجا یک از دیگه سوال استاد جان گفته است شخص می تواند که قیسونگلی پدرش را، یعنی خواهری زنی دویوم پدرش را به زنی گیرد؟ می تواند وی خواهر یا اینکه گوییم که اپای زن یگان مثال بگیم من شده نیستن که اینها را مقصد شما به زنی گرفتن نتوانید. البته میتونید، مثال شما خواهری وی است، اپای وی است، اگر به زنی هم بگیرین اجازت یگان زیانی ندارد.